بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما حاضرین در اولین درس کلاس عقیده اهل سنت و جماعت و خوش آمد میگم حضور شما رو در این کلاس. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. از الله متعال میخوام که در اولین قسمت از این برنامه به من و شما توفیق بده تا بتوانیم آنجوری که آنچه که موجب رضایت الله متعال است رو در این کلاس مطرح بکنیم به همراه شما خوبان و سربران. موضوع درس ما شما هست موضوع عقیده و عقیده اهل سنت و جماعت و اهمیت این موضوع. از اونجایی که موضوع عقیده موضوعی است که اهمیت بسیار فراوانی دارد در دین مبین اسلام، نیاز هست که ما درباره این موضوع صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه به موضوع اهمیت عقیده بپردازیم باید آشنا بشیم با اینکه این اصطلاحات به چه معناست، یعنی عقیده به چه معناست و عقیده از لحاظ لغوی و از لحاظ اصطلاحی به چه چیزی گفته می شود. وقتی صحبت از عقیده میشه، عقیده یعنی چی؟ عقیده در اصطلاح و در لغت وقتی که بررسی میکنیم موضوع عقیده رو، عقیده در لغت یعنی اینکه یک شیئی رو، عقیده از کلمه عقد گرفته شده. کلمه عقد به معنای این هست که شما یک شیئی رو با یک شیء دیگری محکم به هم ببندید. بستن یک شیئی، ارتباط دادن یک شیئی، گره زدن یک شیئی، وصل کردن یک شیء به شیء دیگر به صورت محکم و استوار، به این میگن عقد. و همین خاطر ما میبینیم که کلمه عقد استفاده میشه برای عقد نکاح، یعنی دو نفر به هم وصل میشن، به صورت محکم، زندگی اونها به هم وصل میشه و دو شخص به هم وصل میشن، میشه عقد نکاح. یا در معاملات هم ما همچین تعبیری داریم، موضوع بحث عقد و قرارداد. عقد قرارداد یعنی بستن قرارداد، محکم کردن یک قرارداد، بست کردن دو شیء به هم دیگر. این کلمه در اصطلاح عقیده در اصطلاح در لغت به این معناست، یعنی بست کردن دو شیء به هم. این در لغت گفته میشه کلمه عقیده. و ما در عربی تعبیر عقده رو داریم. تعبیر عقده تعبیری هست که یعنی دو شیء رو شما به هم گره بزنید. گره زدن، عقده یعنی گره زدن. گره زدن در عربی تعبیر عقده برای اون استفاده میشه که از همین تعبیر گرفته شده است. در لغت عقیده یعنی وصل کردن یک شیء دیگر به صورت محکم. در اصطلاح معنی اصطلاحی عقیده این هست که شما در اصطلاح یعنی در قلب رو، روح رو، ذهن رو و جسم رو شما به یک باوری، به یک اندیشه‌ای، به یک اعتقادی گره بزنید. گره زدن یک باور، گره زدن یک فکر، گره زدن یک اعتقاد با قلب، با روح و با وجود انسان، با ذهن انسان، با مغز انسان، به این گفته میشه عقیده. باوری و اعتقادی که گره خورده با روح انسان، با جان انسان، با مغز انسان، با قلب انسان و هیچ شکی و هیچ تردیدی در اون وجود نداره، به این گفته میشه عقیده. این معنی لغوی و معنی اصطلاحی عقیده است. عقیده در لغت و در اصطلاح به این معناست که ما یک شیئی رو بیاییم به هم ربط بدیم، به هم وصل بکنیم. و وقتی که صحبت از باور میشه و اعتقاد میشه عقیده، به صورت عموم حالا چه این عقیده درستی باشه یا عقیده باطلی باشه، ما عقاید درست داریم، عقاید باطل داریم. در کل ربط دادن قلب، وقتی که قلب انسان به یک شیئی ربط پیدا کرد، به یک شیء باور پیدا کرد، به یک شیء ذهن انسان، عقل انسان و قلب انسان به یک باوری، به یک اعتقادی، به یک فکری وصل شد، این گفته میشه عقیده. اهمیت عقیده در دین مبین اسلام چیست؟ این یک سوال است. چون عقیده بخوانیم؟ چه اهمیتی داره خواندن عقیده و چرا باید ما عقیده یاد بگیریم؟ اصلا عقیده در دین مبین اسلام بسیار مهم است. ما در دین مبین اسلام بخش‌های مختلفی داریم. ما در دین مبین اسلام مثلا بحث اخلاق هست. اخلاق در دین بسیار مهم است. یک بخش بزرگی از دین ما اخلاق هست و اهمیت داره. ما آیات زیادی درباره اخلاق در قرآن کریم داریم. احادیث زیادی درباره رسول الله علیه السلام درباره اخلاق داریم.
و چقدر در موضوعات اخلاقی صحبت می شود. یک بخش دیگری از دین بحث عبادات است، بحث نماز است، بحث روزه است، بحث زکات است، بحث حج است و درباره همه اینها صحبت داریم ما در آیات قرآن کریم، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اینها مهم هستند. همونطور که اخلاق بسیار مهم است، همونطور که عبادات ها بسیار مهم هستند، یک بخش مهمتری ما از اینها داریم. یک بخش مهمتری از اینها ما در دین داریم که به نام عقیده اسلامی مهم هست و مطرح میشه. عقیده در دین، تعبیری که برای عقیده استفاده میشه، عقیده در دین اصل دین است. اصل و اساس دین عقیده است. ما وقتی که شما میخواهید که یک بنایی بسازید، یک ساختمانی، یک برجی ساخته میشه، از ابتدا چیکار میکنیم؟ ما برای ساختن یک اساس، یک بنا، یک برج، اول میکنیم زمین رو، زیر ساخت، پی و زیر بنا رو درست میکنیم. زیر بنا یک شیء باید درست بشه تا شما بتوانید بر اساس اون، بر روی اون یک بنای بزرگی درست بکنید، یک برجی درست بکنید، یک ساختمان بلند ایجاد بکنید. هر چقدر که این بنا محکمتر باشه پایه او، اون موقع شما این بنا رو هر چقدر بالا بردید، هر چقدر روی این بنا کار بکنید، خیال شما جمع است. اما اگر شما یک بنایی دارید که پایه نداره، اساس نداره اصلا، یک بنای شما ساختین بر روی زمین بدون اینکه شما پایه درست بکنید، بدون اینکه بنای شما پی داشته باشه، بدون اینکه زیر بنای محکمی داشته باشه، شما بر روی این ساخت و ساز بکنید، ساختمانی بسازید، بعد با یک لرزه کوچک تمام این میریزه. عقیده اصل است، عقیده اساس است. عقیده در هر چیزی در دین مبین اسلام قبل از هر چیزی باید به عقیده پرداخت. ما در مثلا موضوع نماز، در موضوع روزه، در موضوع زکات، در موضوع حج یاد میگیریم که نماز رو چطور بخوانیم، چطور نماز ما قبول بشه، چطور نماز ما، چه چیزهای نماز ما رو باطل میکنه، چه چیزهای وضوء ما رو باطل میکنه، چطور وضو بگیریم. اینها رو باید یاد بگیریم. اما مسائلی هست مهمتر از اینها، مهمتر از احکام نماز، مهمتر از احکام روزه، مهمتر از احکام حج، مهمتر از بحث‌های اخلاقی، مهمتر از معاشرات، مهمتر از معاملات در دین مبین اسلام که تاکید بسیار زیادی در اون شده، بر اونها شده است و موضوع عقیده است. ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که رسالت انبیاء الهی را الله متعال میفرماید که در سوره مبارکه انبیاء آیه 25 ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله متعال میفرماید من هیچ پیغمبری را قبل از تو نفرستادم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم مگر اینکه به او امر کردم، که مگر اینکه به اونها وحی کردم به تمام انبیاء گذشته که اولین چیزی که شما میگویید لا اله الا الله است. دعوت انبیاء، تمام پیغمبران وقتی که آمدن اولین چیزی که شروع کردن به دعوت او همین تعبیر لا اله الا الله است که ابتدا تا انتهای لا اله الا الله بحث عقیده است، بحث عبادت الله متعال، بحث عقیده است. و باز در سوره مبارکه نحل الله متعال در آیه 36 میفرماید ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله متعال میفرماید من در بین تمام امتها پیغمبرانی فرستادم که اونها گفتن الله متعال رو به وحدانیت عبادت کنید و از طاغوت دور شوید. طاغوت چی است؟ طاغوت عبادت غیر الله متعال. هر چیزی که غیر الله متعال پرستیده شود، هر چیزی که به غیر از الله متعال عبادت شود میشود طاغوت. یعنی میبینیم که الله متعال میفرماید که تمام انبیا رو فرستادیم به خاطر اینکه موضوع عقیده رو در رأس کار خود قرار بدن. در حدیثی که رسول الله علیه السلام به معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمود، معاذ رو میشناسید، یک از صحابه‌ای است که رسول الله علیه السلام بسیار او را دوست داشت و در اواخر حیات خود رسول الله علیه السلام معاذ بن جبل را فرستاد برای تعلیم مردم یمن. رسول الله علیه السلام چند ماه قبل از وفات خود دو نفر از صحابه خود، معاذ بن جبل رضی الله عنه و ابو موسی اشعری رضی الله عنه رو فرستاد به یمن به خاطر اینکه به مردم یمن در اون منطقه‌ای که تازه مسلمان شده بودن به مردم یمن اسلام رو یاد بدن و گسترش بدن به غیر مسلمانان در منطقه یمن ایمان را و اسلام را. رسول الله علیه السلام به معاذ فرمود که اولین چیزی که اول ما تدعوهم الیه شهادت ان لا اله الا الله، اولین چیزی که ما از تو در یمن باید وظیفه تو این هست که مردم یاد بدهی و مردم رو دعوت بکنی، این هست که اونها به این برسن که شهادت بدن که لا اله الا الله. کل مفهوم لا اله الا الله که ما درباره ان شاء الله مفصل صحبت خواهیم کرد در جلسات پیش رو و برنامه‌های پیش رو، مفهوم لا اله الا الله عقیده است. مفهوم لا اله الا الله باور است، یک تفکر است، اون چیزی است که عبادت قلبی است. ما در ذهن خود به این باور داشته باشیم. و علاوه بر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم
معاذ رو فرستاد و فرمود که اولین چیزی که شما دعوت میدی شهادت لا اله الا الله است. اگر این رو پذیرفتن بعد از او باز میره موضوع اونها رو دعوت بده به 5 نماز در شبانه روز و بعد اونها رو دعوت بده به بحث زکات و حج و روزه و حج. و از اینجا مهم است، اینجا میفهمیم به این نتیجه میرسیم که اولویت دعوت انبیای الهی عقیده بوده است. بلکه مهمتر از این، ما وقتی که در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم و میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه وقتی که دعوت خود را آغاز کردن در مکه مکرمه، رسول الله علیه و سلم چند سال در مکه مکرمه بودن؟ 13 سال. 13 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از هجرت به مکه در مدینه بودن. در مکه بودن، قبل از هجرت به مدینه در مکه بودن. و 13 سال اول رسالت رسول الله علیه و سلم از 40 سالگی تا 53 سالگی رسول الله علیه و سلم رسول الله علیه و سلم در مکه مکرمه بودن و آیات قرآن نازل می شود در مکه مکرمه و تمام آیاتی که در مکه مکرمه نازل شده است معروف است به آیات مکی. سوره هایی که در مکه نازل شدن معروف هستند به سوره های مکی. ما اگر ببینیم در 13 سال دعوت رسول الله علیه و سلم در مکه مکرمه، رسول الله علیه و سلم در این 13 سال به یاران خود چه میگفت؟ به یاران خود چه یاد میداد؟ در آیات قرآن کریم وقتی که سوره های مکی بودن، سوره های مکی را اگر ما تلاوت بکنیم، ببینیم، در معنی آیات تفکر بکنیم، تدبر بکنیم که در 13 سالی که رسول الله علیه و سلم در مکه مکرمه بودن، الله متعال در قرآن کریم چی یاد میداد به مسلمان ها؟ رسول الله علیه و سلم چی تعلیم میداد به مسلمان ها در 13 سال در مکه مکرمه؟ میبینیم که تمام مفهوم و محتوای سوره های مکی در مکه مکرمه، سوره هایی که در 13 سال اول رسالت رسول الله علیه و سلم نازل شده، حول محور عقیده است. ما در سوره های مکی شما ببینید در سوره های مکی نه صحبت از نماز است، نه صحبت از روزه است، نه صحبت از حج است، نه صحبت از مسائل دیگر است. موضوعاتی که در سوره های مکی است، یکی از ویژگی‌های سوره های مکی این است که در سوره های مکی ما بیشتر مسائل اعتقادی و بحث های اعتقادی داریم. رسول الله علیه و سلم در 10 سال اول حتی نماز در مکه مکرمه 13 سال اولی که رسول الله علیه و سلم رسالت خود را شروع کردن، در 13 سال اول، در 10 سال اول اصلا نماز واجب نبوده است. نماز کی واجب شد؟ در شب معراج، در وقتی که رسول الله علیه و سلم به آسمان رفت. البته در موضوع بحث تاریخ شب معراج هم اختلاف بین سیره‌نگاران هست که آیا در سال 10 بوده است یا سال 11 بوده است یا 12 بوده است یا حتی سال 13 چند ماه قبل از هجرت رسول الله علیه و سلم. اما همه اتفاق نظر دارن که بعد سال 10 بوده است. یعنی اینکه ما تا 10 سال اول در رسالت رسول الله علیه و سلم حتی نماز واجب نبوده برای صحابه. 10 سال است که قرآن نازل می شود، حتی نماز نمی خواندن. روزه نبوده است. روزه ما در بعد از هجرت رسول الله علیه و سلم، بعد از غزوه، در قبل از غزوه بعد می‌بینیم در غزوه بعد در سال دوم ما روزه واجب شد و زکات همینطور بعد از اون، حج که سالها بعد واجب شد. حتی حرمت شراب، ما شراب خوردن، خمر، حرمت شراب در سال 4 در هجرت، بعد از هجرت، یعنی 17 سال بعد از رسالت رسول الله علیه و سلم شروع شد. موضوع حجاب بیشتر از این، حتی بیشتر از این طول کشیده است. ما می‌بینیم که در مکه مکرمه آنچه که رسول الله علیه و سلم 13 سال روی اصحاب خود، روی دین باور یاران خود کار کرده است، موضوع عقیده است. عقیده اونها رو تربیت کرده، عقیده اونها رو اصلاح کرده، عقیده اونها رو پالایش کرده، عقیده اونها رو به اونها یاد داده، عقیده اونها رو مستحکم کرده تا بعد از اون صحابه رسول الله علیه و سلم وقتی عقیده اونها خوب شد، وقتی عقیده اونها درست شد، وقتی عقیده اونها محکم شد، بعد که رفتن در مدینه منوره کم کم احکام دیگر، نماز در بعد از سال 10 حداقل بعد نماز واجب میشه. بعد از اون میبینیم در مدینه منوره جهاد واجب شد، در مدینه منوره زکات واجب شد، روزه واجب شد، حج واجب شد و بقیه احکامی که در شرع مقدس اسلام هستند. اهمیت عقیده از اینجا مهم است که ما می‌بینیم که رسول الله علیه و سلم و انبیای الهی اولین قدمی که برداشتن اصلاح عقیده است. اولین قدم برای ساخت، برای بنا، زیر بنا است، اساس است، ریشه است. ریشه رو باید درست کرد. شما عقیده در دین مبین اسلام مثل اگر دین رو ما با یک درختی تشبیه بکنیم، دین مبین اسلام رو ما به یک درختی تشبیه بکنیم، ریشه های این درخت، ریشه درخت عقیده است. عقیده همون ریشه های درخت هستند. یک درخت اگر ریشه نداشت از بین خواهد رفت. درختی که ریشه نداشت، مثلا درخت‌ها رو شما دیده باشین، درخت‌های خرما، مثلا درخت خرما رو وقتی درخت نخل خرما رو وقتی که از یک جایی میخوان مثلا درخت بزرگی هست منتقل بکنن از یک جای دیگری در یک باغ دیگری بکارن، چیکار میکنن؟ درخت رو از ریشه میکشن.
نمیشه که شما درخت رو از این جایی که از زمین خارج شده از اینجا ببرید بعد این رو ببرید جای دیگه بکارید. درخت خشک میشه. درخت از بین میره. چون ریشه نداره. چون ریشه است که این درخت رو تقویت میکنه. چون ریشه است که این درخت رو نگه میداره. چون از ریشه است که این درخت آبیاری میشه. آب رو درخت از کجا میگیره؟ از ریشه میگیره. مواد غذایی که نیاز داره درخت از کجا میگیره؟ موادی که نیاز داره درخت برای رشد، برای بزرگ شدن از ریشه میگیره. ریشه در خاک است. ریشه دیده نمیشه. اما مهمترین بخش یک درخت ریشه است. عقیده هم همینطور است. عقیده دیده نمیشود. ما مثلا فردی رو وقتی که ببینیم نماز خوندن او رو شاید ببینیم، روزه گرفتن او رو شاید ببینیم، زکات او رو شاید ببینیم، اخلاق او رو شاید ببینیم، اما اعتقاد او، اما فکر او، اما باور او دیده نمیشود. اعتقاد یک چیزی هست که مخفی است. اعتقاد یک چیزی است که در ذهن است، در قلب است، در روح انسان است. مخفی هست، مثل همون ریشه‌ای که در زیر درخت است. مثل ریشه است که در زمین مخفی است اما اصل است، اما اساس است. و عقیده، کسی که عقیده او درست نبود، وقتی در قرآن کریم نگاه میکنیم موضوع عقیده، اهمیت عقیده از اینجا مهم است. از اینجا نشان داده می شود که اگر عقیده مشکل داشت عبادتهای ما هم قبول نمی شود. الله متعال در آیات مختلف می فرماید که خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر لئن اشرکت ولقد اوحی الیک، در آیه 65 سوره مبارکه زمر، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک، من الله با عظمت وحی کردم به تو و به پیغمبران قبل از تو هم که اگر شرک بکنی ای پیغمبر من رسول الله علیه السلام با اون جایگاه، با اون اخلاق، با اون رفتار، با اون شخصیت، با اون عبادتایی که رسول الله علیه السلام داشت، الله میتونه فهمه لئن اشرکت، اگر شرک بکنی ای پیغمبر من صلی الله علیه و سلم، ای محمد مصطفی، اگر شرک بکنی لا یحبطن عملک، نابود میشود تمام عبادت‌هایت. یعنی تمام عبادت‌های تو، انسان نماز بخواند، روزه بگیرد و هر کاری انجام بدهد، اما اگر در اعتقاد مشکل داشت عبادت‌های قبول نمی‌شود. آیه صریح قرآن است. نه تنها به رسول الله علیه السلام می‌فرماید که تو هم اگر شرک بکنی پیغمبر ما عبادت‌های خودت قبول نخواهند شد. همچنین شبیه همین مفهوم باز ما در سوره مبارکه انعام داریم. بعد از اینکه الله متعال نام 18 نفر از پیغمبران الهی را از ابراهیم علیه السلام شروع می‌کند و بعد از اون ذکر می‌کند از آیه 83 این سوره تا آیه 88 می‌فرماید درباره انبیا 18 نفر از انبیای الله متعال نامشون پشت سر هم ذکر می‌شود. در تنها جایی در قرآن است که شما 18 نفر را پشت سر هم می‌بینید که نام آنها ذکر می‌شود. و بعد از اون می‌فرماید ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون. این پیغمبران عظیم من جمله ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، نام آنها در این 18 نفر ذکر می‌شود. می‌فرماید که اگر اینها شرک می‌کردند و اگر اینها در اعتقاد مشکل می‌داشتند و اگر اینها مشکل اعتقادی می‌داشتند لحبط ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون، تمام عبادت‌های اونها از بین می‌رفت و عبادت‌های اونها نابود می‌شد. به همین خاطر این نشان از این دارد که موضوع اعتقاد، موضوع توحید، موضوع باور، موضوع ایمان بر الله متعال بسیار موضوع مهمی است. موضوعات اعتقادی موضوعات بسیار مهمی هستند که نیاز داره ما درباره این تفکر بکنیم و تدبر بکنیم، چون سبب نابودی اعمال می‌شود. و باز الله متعال می‌فرماید در سوره مبارکه کهف آیه 103 قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا شما را به زیان بارترین کارها من دلالت نکنم؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا، کسانی که سعی بیهوده کردن و تلاش بیفایده کردن در دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اونها کسانی هستند که گمان میکنن که کار خیر میکنن، اما الله متعال میداند که اینها عبادت‌های بیفایده میکنن. اگر کسی در اعتقاد مشکل داشت، هر چقدر کار خیر بکند، هر چقدر کار خیر کرد، صدقه بدهد، کمک بکند به یتیمان، به مساکین، به فقرا، هر چقدر خرج بکنه این شخص، اما چون در اعتقاد مشکل دارد، الله متعال از اون نمیپذیرد، الله متعال از اون قبول نخواهد کرد. موضوع اعتقاد موضوع بسیار مهم است و این آیات قرآن است. آنچه که گفته شده همه آیات قرآن است. الله متعال هیچ نسبت فامیلی با کسی ندارد که نیازمند کسی باشد و با کسی تعارف داشته باشد، با کسی رو درواسی داشته باشد به اصطلاح آمینه ما شما. الله متعال صراحتاً میفرماید که اگر اینها عبادت‌های اونها عبادت همراه با ضعف در اعتقاد بود، عبادتی که اعتقاد نمود قبول نیست. در اسلام دو چیز مهم است برای قبول شدن یک عبادت: اعتقاد درست و عمل درست. اعتقاد بدون عمل به درد نخواهد خورد و عمل بدون اعتقاد هم قبول نیست. وقتی که ما حدیثی که ما مسلم نقل می‌کنیم درباره 3 نفری که اولین کسانی که در روز قیامت الله متعال اونها رو محاکمه می‌کند
اول ما یقضى علیه، اولین کسانی که قضاوت میشن درباره اونها روز قیامت، الله متعال میفرسته. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الله متعال سه دسته اینها را روز قیامت اولین کسانی هستند که قضاوت میکنند درباره اونها حکم میکند. به اینها چه کسانی هستند؟ اولین کسانی که میآیند، اولین کسی که روز قیامت آورده میشود برای حساب کتاب شهید است. شهید، کسی که در راه الله متعال شهید شده، کشته شده، خون داده، جان داده در راه الله متعال. ما وقتی که نگاه میکنیم شهید کی است؟ درجه شهادت بسیار درجه بالایی است. کسی که شهید میشود در روایت ما داریم اگر شهادت او قبول بشود 70 نفر را با خود شهید شفاعت خواهد کرد. اما باز یک شهیدی هست که روز قیامت رسول الله علیه و سلم فرمود الله متعال اون شهید رو صدا میکند، شهید آورده میشود، الله متعال نعمتهای خود رو به اون میگوید که این نعمت رو به تو دادم، این نعمت رو به تو دادم، این نعمت رو به تو دادم، و این شهید اعتراف میکند به آنچه که الله متعال به او داده. یعنی تمام نعمت‌های که الله متعال به این شهید داده است شهید قبول دارد. بله یا الله شما این نعمت رو به من دادی، این نعمت رو به من دادی. الله متعال میپرسد که در مقابل این نعمت‌هایی که من به تو دادم چه کار کردی؟ تو شهید شدی. شهید شده شخص از دید ما شهید است. ما در ظاهر فکر میکنیم که این انسان در راه الله متعال، در راه جهاد الله متعال کشته شده و جان داده، به او رو شهید مینامیم، از پیش ما شهید است. اما الله متعال وقتی که میفهمد تو چیکار کردی پاسخ میداد یا الله من جان خود را در راه تو دادم. الله متعال میفهمد کذبت، دروغ میگی، تو جان خود رو به خاطر من ندادی، تو جنگیدی. اون میگه من جنگیدم خدایا، در راه تو جنگیدم، در راه تو کشته شدم، جان دادم. الله متعال میفهمد دروغ گفتی، تو به خاطر این جنگیدی که گفته شود فلانی بسیار انسان شجاعی است، بسیار انسان نترسی است، بسیار انسان پهلوانی است. تو به خاطر این جنگیدی، به خاطر رضایت من نجنگیدی. در جنگ میرفتی که دوستان تو از تو تعریف بکنن، همسنگریان تو از تو تعریف بکنن، افرادی که با تو هستن از تو تعریف بکنن که فلانی آفرین ماشاءالله چه جنگجویی است، چه پهلوانی است. و او در این جنگ کشته شدی و در این جنگ کشته شدی و در این جنگ کشته شدی و بعد الله متعال میفهمه دستور میداد او را به دوزخ ببریم، با صورت کشیده او را به دوزخ میاندازن. شهید وقتی شهید به دوزخ میرود مشکل کجاست؟ مشکل در اعتقاد است. این در بخشی از اعتقاد دچار مشکل شده که ریا است، شرک خفی است. یعنی به خاطر غیر الله عبادت کرده اما عبادتی به خاطر غیر الله، به خاطر چشم مردم، به خاطر دیده شدن نزد مردم عبادت کرده. شهید به دوزخ میرود. بعد از او قاری قرآن، حافظ قرآن، کسی که ما فکر میکنیم از دید ما بهترین های امت هستن و رسول الله علیه و سلم هم فرمود اهل القرآن اهل الله و خاصته. اهل قرآن اهل الله متعال هستند، خاصان الله متعال هستند. قاری قرآن است، حافظ قرآن است، در محراب چنان زیبا تلاوت میکنه که انسان در حیرت میماند. اما برخی متاسفانه از این جماعت الله متعال ما شما از این جماعت ها نجات دهد. برخی هستند که الله متعال میفهمند رسول الله علیه و سلم فرمود روز قیامت قاری قرآن را میآورند، الله متعال نعمتایی که به این قاری قرآن داده به او یکی یکی ذکر میکند و او اعتراف میکند بلی الله این نعمت رو شما من دادی، این نعمت رو من دادی، من قبول دارم، همه این نعمت‌ها رو قبول دارم که این نعمت‌ها بوده است. تو چه کار کردی قاری صاحب؟ قاری جان، جناب قاری، جناب حافظ قرآن، جناب معلم قرآن، مفسر قرآن، تو چه کردی در برابر اینها؟ اون میگه که یا الله من وقت خودم رو گذاشتم، قرآن خواندم، قرآن حفظ کردم، قرآن تلاوت کردم، به دیگران یاد دادم. و بعد گفته میشه دروغ گفتی به خاطر اینکه تو به خاطر این قرآن خواندی که مردم از صدای تو تعریف کنن. تو رفتی قرآن میخواندی به خاطر اینکه مردم میگن به به عجب قاری است ماشاءالله. تو قرآن میخواندی به خاطر اینکه مردم از تو تعریف بکنن. تو قرآن میخواندی به خاطر اینکه مردم تو را تمجید بکنن و تمجید کردن، تعریف کردن. مردم از تو تعریف کردن. اون هدفی که تو داشتی، هدف چی بود؟ هدف این بود که مردم از تو تعریف بکنن و به این هدف رسیدی. و چون به این هدف رسیدی، بعد از الله متعال چیزی انتظار نداشته باش. و باز دستور داده میشد و این انسان رو هم کشیده میبرن و به دوزخ میاندازن. وقتی که قاری قرآن به دوزخ میرود، وقتی که یک شهید به دوزخ میرود. و گروه سوم رسول الله علیه و سلم فرمود کسی است که صدقه داده. از دید ما یک انسان بسیار خیر، یک انسانی که بسیار صدقه داده، یک انسانی که بسیار زکات داده، بسیار خرج کرده، انسانی که در هر راهی که ما فکر می‌کردیم این انسان بذل و بخشش داشته. و رسول الله علیه و سلم فرمودن که الله متعال به انسان میگوید که تو چه کردی؟ نعمت‌های خود رو برای یادآوری می‌کند و میگه بلی یا الله همین ها رو شما من دادی. تو در مقابل این نعمت‌ها چیکار کردی؟ من یا الله در مقابل این نعمت‌ها او میگوید که من راهی در انفاق نبود، همه راه‌های انفاق را رفتم، انفاق کردم، خرج کردم، بذل و بخشش کردم. الله متعال فرمود دروغ گفتی. به خاطر این کارو کردی که گفته شود فلانی جواد است، فلانی بخشنده است، جود و کرم دارد.
تو به خاطر این کارو کردی که الله متعال میفهمد، به خاطر این کارو کردی که از تو تعریف بکنن، تعریف و تمجید بشی و این بسیار خطرناک است و او رو هم کشیده به دوزخ میبره. وقتی ما چنین روایاتی داریم، وقتی که چنین آیاتی داریم، آیاتی که اشاره میکنه اگر کسی شرک کرد تمام عبادت‌ها او برباد میرود، وقتی روایاتی داریم که در این روایات الله متعال میفهمد که و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان میکنه معامله الله متعال با چند دست داره که از جمله شهید است، از جمله قاری و حافظ قرآن هست، از جمله کسی است که صدقه داده. ما وقتی که همچین مواردی را میبینیم انسان میلرزد. اینجا نشان داده میشود اهمیت عقیده. اینجا نشان داده میشود که ما بسیار مهم است که ما بدانیم عقیده چی است. ما در عقیده باید به تفاصیل این بحث خواهیم پرداخت که عقیده اسلامی چی هست، ارکان اسلام، ارکان ایمان، اینها رو ما به تفصیل صحبت خواهیم کرد. اما اگر کسی در یکی از اینها این باورها رو نپذیرفت، به کجا می رود؟ اعتقاد اگر مشکل داشت، در توحید اگر کسی مشکل داشت، در اون ارکان ایمان کارا به تفصیل درباره شرح حدیث جبریل علیه السلام که 6 رکن ایمان رو در خود دارد صحبت خواهیم کرد. ارکان ایمان به الله، اگر در ایمان به الله طرف مشکل داشت، در بحث توحید الوهیت، در بحث توحید ربوبیت، در بحث توحید اسماء و صفات مشکل داشت، اگر در رکن بعدی که ایمان به الله، ایمان به ملائکه است، اگر ملائکه الله متعال را قبول نداشت، یکی از ملائکه اگر کسی قبول نداشته باشد، هر چقدر که عبادت بکنه به دوزخ خواهد رفت. اگر بگه جبریل ملک نیست، جبریل رو من دوست ندارم، جبریل رو لعن میکنم، قل من کان عدوا لجبریل، کسانی که دشمنی میکنن با جبریل علیه السلام، من کان عدوا لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکائیل فان الله عدو للکافرین. هر کسی که به الله، به پیامبرانش، به ملائکه او و خصوصا جبرئیل و میکائیل دشمنی داشته باشد، الله متعال دشمن کافران است، یعنی اینکه کافر است. انبیاء الهی بخش دیگری که از ارکان ایمان است که به تفصیل در با اینا صحبت خواهد شد. اگر کسی درباره ارکان ایمان، رکن ایمان، مثلا یکی از ارکان ایمان به پیامبران الهی است، اگر کسی یک پیغمبر الهی را قبول نداشت، یک نفر فقط، آیا قبول می شود ایمان او؟ آیا اعتقاد او درست است؟ مثلا این شخص نماز می‌خواند، روزه می‌گیرد، عبادت می‌کند، همین چیزها را قبول دارد الله متعال است، وحدانیت الله متعال را قبول داشته باشد، قیامت را هم قبول داشته باشد، اما در این میان یکی از پیغمبران الهی را قبول نداشته باشد. مثلا بگوید که حضرت لوط علیه السلام پیغمبر نبوده، لوط پیغمبر نبوده است، یا درباره شعیب علیه السلام، یا درباره بقیه پیغمبران الهی که در قرآن به عنوان پیغمبر ذکر شدند، اگر کسی گفت که لوط انسان خوبی نبوده است، انسان بدی بوده است، انسان خدای نکرد نعوذ بالله گناهکاری بوده است، انسان فاسدی بوده است و پیغمبری نبوده، کی گفته پیغمبر است؟ و این انسان نماز هم بخواند، روزه هم بگیرد، تمام عبادات را انجام بدهد، خیر و صدقات هم انجام بدهد، این انسان بوی بهشت را نخواهد برد، چون کافر شده با آنچه که قرآن آورده است. قرآن می‌فرماید که شعیب علیه السلام، لوط علیه السلام، پیغمبرانی که در قرآن ذکر شده پیغمبر بودند، انسان‌های صالحی بودند، انسان‌های عابدی بودند. و اگر کسی گفت نه خیر پیغمبر نبوده است، زیر سوال بردن آیات قرآن است، انکار آیات قرآن کفر است و سبب خروج این شخص از اسلام می‌شود. یعنی همه اینها رو قبول داشته باشه، یک پیغمبر کسی قبول نداشت، یک پیغمبر فقط. حالا شاید بگن که خب از بین 124,000 پیغمبر خالی یک نفر هم قبول نداشته باشه، چی میشه؟ کافر میشود. اگر یک نفر هم قبول نداشت کافر است. بعد از اون درباره کتاب‌های آسمانی کسی تورات رو قبول نداشت، نه اون توراتی که امروز هست ما قبول داریم که آنچه که فعلا هست به نام تورات و به نام انجیل، اینا تحریف شدند. اصل تورات و اصل انجیل رو کسی قبول نداشت و کسی قرآن رو قبول نداشته باشه، تورات رو قبول داره، انجیل رو هم قبول داره، اما قرآن رو قبول نداره به عنوان کتاب آسمانی آخر. قبول است از او؟ قبول نیست. یا درباره کتاب‌های آسمانی، یا در غیر از کتاب‌های آسمانی درباره قیامت با تمام تفاصیلش، از مرگ، از حساب کتاب، از سوال و جواب در قبر، از قیامت برپا شدن در صحرای محشر، حساب کتاب صحرای محشر، از پل صراط، از جنت، از نار، هر کدوم از اینها رو انکار کنه که بگه که بهشت چی است؟ بهشتی در کار نیست. مثلا مشرکین مکه که از مشکلاتی که ابو جهل و ابو لهب در جنگ با رسول الله علیه السلام داشتن، اون کسانی بودن که میگفتن ایدمیت ما کنا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون، ما وقتی مردیم، وقتی استخوان شدیم، وقتی استخوانای ما پوچ شد، آیا ما دوباره زنده خواهیم شد؟ اونا قبول نداشتن قیامت رو، قبول نداشتن دوباره زنده شدن رو، قبول نداشتن که دوباره حیاتی هست، دوباره زندگی هست، قیامت رو انکار می‌کردن. اگر کسی یکی از این ارکان رو قبول نکرد، حکم او چی می‌شود؟ آیا مسلمان است؟ آیا مؤمن است؟ آیا این انسان کسی است که در آخرت به صلاح و رستگاری خواهد رسید؟ اینها مسائلی هستند که بسیار مهم است. اهمیت عقیده از اینجا خود را نشان می‌دهد که هیچ عبادتی بدون سالم بودن عقیده پذیرفته نخواهد شد.
هیچ عبادتی بدون اینکه عقیده ما سالم باشد پذیرفته نخواهد شد. یاد گرفتن عقیده ما کمک خواهد کرد که در مسیر دنیا هدف خود را بشناسیم. عقیده به ما یاد میدهد که شما بفهمیم کجا هستیم، برای چی آمدیم، چرا ما انسان ها اصلا خلق شدیم، ما انسان ها کجا هستیم، ما انسان ها چیکار میکنیم، هدف ما چی است، به کجا خواهیم رفت، از کجا آمدنم بهر چه بود، به کجا خواهم رفتن، کجا آخر مسیر ما کجا خواهد بود. و این عقیده است که قرآن کریم میفهمد کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا در آیه 28 29 و 30 در سوره مبارکه بقره برای ما خلاصه میکنه. نمونه مثلا در این باب کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، شما چطور الله متعال کفر میکنید و قبول ندارید در حالی که شما نبودید، الله متعال شما را ایجاد کرد. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، شما دوباره خواهید مرد، شما از دنیا خواهید رفت. ثم یحییکم، دوباره شما را زنده خواهد کرد. ثم الیه ترجعون، دوباره پیش الله متعال برمیگردید. این همه اعتقاد است، این همه باور است. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، الله است که برای شما هر آن چیزی که در آسمان و زمین است در زمین خلق کرده. ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، 7 آسمان آفریده بالای سر شما. و هو بكل شیء علیم، و او بر هر چیزی آگاه است. و این قال ربک للملائکه، بعد الله متعال هدف ما رو در زندگی برای ما مشخص میکند که آدم علیه السلام خلق شد تا روی زمین بیاید، بر روی زمین زندگی بکنند و شیطان با او دشمنی کرد و فلسفه وجود ما رو در زمین الله متعال مشخص میکنه. ما وقتی که عقیده رو یاد میگیریم، با یاد گرفتن عقیده مسیر زندگی ما مشخص میشه. میفهمیم که از کجا آمده ایم، کجا خواهیم رفت، مسیر ما، سرنوشت ما کجا خواهد بود. این موضوع ما در هدف زندگی و شناخت هدف زندگی برای ما عقیده است که کمک میکند. عقیده است که انسان وقتی که عقیده رو یاد گرفت، فرق انسانی که عقیده دارد و ندارد بسیار زیاد است. عقیده است که انسان رو در مسیر زندگی استقامت یاد خواهد داد. عقیده است که انسان رو در مسیر زندگی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که میگن الله خدای ماست و وحدانیت قبول دارن که همون عقیده است، بحث‌های عقیدتی است و بعد استقامت میکنن. کسانی که اعتقاد دارن همیشه تفاوت انسان‌های موفق و ناموفق، تفاوت انسان‌هایی که کارهای بزرگ میکنن در زندگی با کسانی که کارهای بزرگ نمیتوانن انجام بدن در عقیده است. تفاوت در عقیده است. و بلکه ما در بحث حتی تفاوت صحابه وقتی که میبینیم که ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیش رفته در بین صحابه نسبت به بقیه صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا به خاطر این است که ابوبکر بیشتر نماز میخواند؟ آیا به خاطر این است که ابوبکر رضی الله عنه بیشتر روزه میگرفت؟ بودن بسیار کسان دیگری که نماز روزه اونها کمتر از ابوبکر صدیق نبود. کمتر از ابوبکر صدیق نبودن در نماز گرفتن، در روزه گرفتن. گرچه ابوبکر صدیق در تمام ابواب خیر، در تمام عبادت‌ها سعی می‌کرد که از همه پیش باشد، اما آنچه که ابوبکر صدیق را بر دیگر صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم برتری داد و بیشتر از بقیه پیش رفت و بهتر از بقیه پیش رفت، ایمان ابوبکر است. تفاوت در ایمان است، تفاوت در اعتقاد است، تفاوت در باور است. انسان با ایمان درجات را طی خواهد کرد که به این درجات را به راحتی نمی‌شود که با عبادت‌ها به دست آورد. و ایمان، اعتقاد و توکل سبب استقامت در دین می‌شود. انسان در دنیا وقتی که عقیده او خوب شد، عقیده او درست بود، مشکلات زندگی، تحمل مشکلات زندگی، تحمل مصیبت‌های زندگی، تحمل دردهای زندگی، تحمل مشقت‌های زندگی برای او آسان است. آسان‌تر است برای کسی که عقیده او درست است. وقتی کسی که به قضا و قدر الله متعال اعتقاد دارد، کسی که به تقدیر الله متعال اعتقاد دارد، کسی که به جنت اعتقاد دارد، کسی که به حساب کتاب روز قیامت اعتقاد دارد، کسی که به وجود ملائکه در آسمان‌ها و زمین اعتقاد دارد، کسی که به وجود الله متعال و وحدانیت الله متعال و به اینکه الله متعال سمیع است و بصیر است و الله متعال حکیم است و الله متعال رؤوف است و الله متعال رحمان و رحیم است و صفات الله متعال را شناخته و الله متعال اونگونه که شایسته است شناخته است، انسان در زندگی پریشان نمی‌شود، انسان در زندگی سست نمی‌شود، انسان در زندگی دست به خودکشی نمی‌زند، دست به انتحار نمی‌زند. چطور امکان داره کسی که اعتقاد او درست است، اعتقاد او محکم است، اعتقاد او صحیح است، اعتقاد او راسخ است، توحید رو یاد گرفته باشه و بیاد خودکشی بکنه؟ چرا باید خودکشی بکنه؟ چرا دست به خودکشی بزنه؟ چرا باید بسیار ناراحت بشه، از بس ناراحت بشه که در زندگی پریشان بشه؟ چرا مضطرب بشه؟ کسی که توکل رو میدونه چی است، کسی که بر الله توکل داره، کسی که این مفاهیم عقیدتی رو یاد بگیره، انسان سبب استقامت در زندگی میشه، سبب استمرار در زندگی میشه، سبب تلاش در زندگی میشه، سبب موفقیت در زندگی میشه. و غیر از این که انسان با عقیده هست، با باور هست، با اعتقاد هست که لذت ایمان را میچشد. ایمان همون عقیده است. بل ایمان، حالا حدیث مفصلا در جلسات بعد درباره حدیث جبرئیل علیه السلام
که محور صحبت ما در این باب خواهد بود صحبت خواهیم کرد. ایمان چی است؟ ایمان همون اعتقاد است. ایمان وقتی کسی ایمان دارد، وقتی کسی باور دارد، لذت ایمان را کسی میچشد که اعتقاد او درست است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در روایتی که امام ترمذی به سند صحیح با روایت صحیح که امام ترمذی نقل می‌فرماید، فرمود که ذاق طعم الایمان، لذت ایمان را چه کسی شنیده؟ کسی شنیده که من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و محمد صلی الله علیه و سلم نبیا. کسی لذت ایمان را میچشد، لذت ایمان را درک می‌کند، حلاوت و شیرینی ایمان را احساس می‌کند که این باور رو داشته باشد، این اعتقاد رو داشته باشد، اعتقاد درستی نسبت به الله متعال داشته باشد. الله رو به عنوان رب خود، خالق خود، مالک خود، مدیر و مدبر زندگی خود پذیرفته است با اون صفاتی که الله متعال دارد در توحید الوهیت، ربوبیت، در توحید الوهیت، در توحید اسماء و صفات. هر کدوم از اینها مبحثی دارد، برای ما مفصل صحبت خواهیم کرد. و همچنین من راضی بالله ربا و بالاسلام دینا، اسلام یاد گرفته، ارکان اسلام رو یاد گرفته است، 5 رکن دارد اسلام، اونها رو انجام میدهد و محمد صلی الله علیه و سلم نبی، ارتباط خود را با مفهوم نبوت و پیامبری و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم محکم بکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که این طعم ایمان را چشیده است. و همچنین در روایت دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود 3 صفت اگر در وجود انسان بود، اون انسان است که لذت ایمان را میچشد. یکی این هست که الله و رسول را بیشتر از هر چیز دیگری دوست داشته باشد. بحث اعتقادی است. محبت نسبت به یک شخص، محبت به الله متعال، محبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله و رسول بیشتر از هر چیز دوست داشته باشد. و همچنین بعد از او حتی دوستی که با دیگران دارد، دوستی او با انسان‌های دیگر بر اساس الله متعال است. کسی به خاطر الله دوست دارد، به خاطر الله با او قطع رابطه می‌کند، به خاطر اعتقاد. و همچنین دوست ندارد که از دین برگردد. خارج شدن از دین چنان برای او سنگین است که داخل شدن به آتش برای او سنگین است. اینطور عقیده در وجود انسان آمد. تفاوت بین 2 انسان چی است؟ انسان‌ها، ما یک انسان مسلمان و کافر، تفاوت اینها در چی هستند؟ در اعتقاد است، در عقیده اونها است. تفاوت منافق با مسلمان در چی است؟ ما یک مقوله بسیار مهمی داریم در بحث دین به نام منافقین. ما در آیات قرآن سوره داریم در قرآن کریم به نام منافقون، آیاتی داریم درباره نفاق. ما در صدر اسلام کسانی داشتیم به عنوان منافق که در ظاهر مسلمان بودند. منافق شخصیت مثل عبدالله ابن ابی ابن سلول، رهبر منافقان مدینه است. وقتی این که مرد، این انسانی که مسلمان بود، نماز می‌خواند، در ظاهر مسلمان بود، نماز می‌خواند، در مسجد می‌آمد، شرکت می‌کرد. رسول الله علیه و سلم او را لباس خود را داد، کور در لباس رسول الله علیه و سلم دفن کردند. رسول الله علیه و سلم بر او نماز خواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر او دعا کرد، اما الله تعالی من کرد استغفر لهم و لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. برای منافقان که در ظاهر مسلمان بودند، اگر پیغمبر ما 70 بار هم تو دعا بکنی، استغفار بکنی، من اونها رو نمیبخشم. اینها منافق هستند، اینها مسلمان نیستند. اینها در ظاهر مسلمان بودند. منافق، فرق منافق با مسلمان در چی است؟ در اعتقاد است. و مقوله نفاق بسیار بحث بسیار مهمی است، بحث بسیار خطرناک است. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. الله متعال می‌فرماید منافقین در پایین‌ترین درجه دوزخ هستند. و در حالی که منافقین نماز هم می‌خوانند، در حالی که منافقین میگن که من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر. در آیه 8 سوره بقره ابتدای قرآن می‌فرماید کسانی هستند که میگن ما به الله و روز آخرت ایمان داریم. اینها چطور می‌شود که اینها در پایین‌ترین درجه دوزخ قرار می‌گیرند؟ بحث نفاق یک بحث اعتقادی است که نیاز به ما چطور خود را نجات بدیم. فرق یک منافق و یک مؤمن در چی است؟ در همین مسائل است. این تفاوت ایمان را نشان میده. و موضوع اعتقاد به ما کمک خواهد کرد. یعنی اهمیت اعتقاد در این است که اهمیت یادگیری اعتقاد و عقیده در این است که ما را از افراط و تفریط نجات خواهد داد. مباحث بسیار مهمی در بحث عقیده اسلامی هست که اینها، هر کدام از اینها متاسفانه در این امت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که امت‌های گذشته 72 فرقه و 71 فرقه شدن و امت من 73 فرقه خواهد شد. امت من، رسول الله می‌فرماید مسلمانانی که به من اعتقاد دارند گروه خواهند شد، شعبه خواهند شد، دسته خواهند شد. کلهم فی النار. همه اینها به دوزخ خواهند رفت بجز یکی از اینها، مگر اینکه ما انا علیه و اصحابی، اون گروهی که من و یاران من بر اون اعتقاد هستیم، بر اون باور هستیم، اعتقادی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن. ما متاسفانه بسیار را می‌بینیم امروز در امت اسلامی انحرافاتی در عقیده ایجاد شده که هر کدوم از اینها سبب ایجاد یک دسته شده، یک گروهی شده، این همه فرقه شده. شناخت اینها، ما باید اینها رو بشناسیم، یاد بگیریم تا خود را نجات بدیم از این فرقه.
نه دچار افراط بشیم مثل برخیا که گناه کبیره، کسی که گناه کبیره بکنن او رو با یک گناه کبیره کافر میدانن. ما مقوله داریم به نام خوارج در امت اسلام که کسی یک گناهی میکنه میگفتن کافر شدی. بسیار از مسلمان‌ها را کافر دانستند در طول تاریخ و هنوز هم هستند. کسانی بودن که به مجرد گناهی تکفیر میکنن، کسانی که تکفیر میکنن و کشتن، کسانی که قاتلین سیدنا علی رضی الله عنه بودند مثلا و در جنگ نهروان علی رضی الله عنه با اونها جنگید. بعدن اونها مسلمان بودن، مسلمانانی بودن که دچار یک انحراف عقیدتی شدن. حتی سیدنا علی رضی الله عنه تقربا الی الله کشتن. دیگری این طرف در افراط کردن مثل خوارج، دیگری باز در تفرید رفتن. گفتن که آیا مثلا کسی که ایمانی نیست که شما فقط به الله متعال قبول داشته باشی اللهی است، نماز خواندی نخواندی، روزه گرفتی نگرفتی، عبادت هیچ تأثیری در ایمان ندارد. این یک مبحث بسیار مهم است. آیا عبادت ها در ایمان نقش دارند یا ندارند؟ آیا کسی که ایمان دارد اما عبادت نمی کند عبادت ایمان این قبول است؟ آیا کسی که عبادت می کند ایمان ندارد عبادت او قبول است؟ اینها مقوله هایی است، اینها مباحث است که همه اینها نیاز دارد به خوانده شدن، نیاز دارد یاد گرفتن. ما از افراط و از تفرید دور بشیم و نه دچار افراط بشیم و نه دچار تفرید بشیم. از همه مهمتر این که سعادت دنیا و آخرت در گرو یاد گرفتن یک عقیده درست است، عقیده صحیح است. رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید بسیار فراوان کردن 13 سال وقتی که بر صحابه خود در بحث‌های اعتقادی کار می‌کنند. نه تنها که بعد از او در مکه در مدینه بحث‌های اعتقادی نبوده باشد، در مدینه هم هست. نشان از این دارد که بسیار این موضوع مهم است. ما در سوره مبارکه انعام الله متعال در آیه 82 می‌فرماید الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را آمیخته با ظلم نکردند، که بعد در شرح این کلمه ظلم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که در سوره لقمان الله متعال می‌فرماید ان الشرک لظلم عظیم. شرک است که ظلم عظیمی است. اون شرک کسی که ایمان بیاورد با آمیخته با شرک نکنه اولئک لهم الامن، اینا امنیت دارند در دنیا و آخرت. کسانی فقط در آخرت رستگار هستند، کسانی در آخرت در جنت خواهند رفت که ایمان درست دارند و عمل درست دارند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن. والعصر ان الانسان لفی خسر. الله متعال در سوره عصر میفرماید قسم به زمانه تاریخ انسان‌های خوب و انسان‌های بد گواه است. الله متعال خالق زمانه شاهد است که ان الانسان لفی خسر، انسان‌ها زیان کردند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که درست ایمان آوردند، ایمان درست آوردند، اعتقاد درستی داشتند و عمل درستی انجام دادند. و للذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، در مسیر عبادت ها اینها تلاش کردند، صبر استقامت کردند و تواصی به سفارش کردند به حق و حقیقت و سفارش کردند به صبر در برابر شهوت ها، در برابر شبهه ها مقاومت کردند. شیطان انسان را با دو سلاح بسیار مهلک همیشه مورد حمله قرار میدهد. یکی شهوات است، یکی شبهات. شبهات بحث های اعتقادی است، شبهات شبهه است، اعتقاد است. شبهات بسیار زیادی است، مسائل بسیار زیادی در این باب هست که نیاز به گفتن دارد. یکی شبهات است، یکی شهوات است. شهوات در وجود ما است، نفس است، خواسته های نفسانی است که شیطان از این استفاده میکنه. و یکی شبهات است. شبهات خطرناکتر از شهوات هستند. شبهات خطرناکتر از شهوات است، چون شهوت انسان نهایتا به گناه کبیره میکشاند. خوردن حرام، ارتکاب فعل حرام، فساد اخلاقی، زنا، اینا شهوت است. اینها گناه است، اینها گناه کبیره است. اما شبهات سبب میشه انسان از اعتقاد، از توحید، از ایمان خارج بشه. به همین خاطر خطر شبهات بیشتر از شهوات است. شهوات انسان را از اسلام و دین خارج نخواهد کرد. از کافر نمیکنه، انسان رو گناهکار میکنه. انسان گناهکار میشه، باز توبه برمیگرده. اما شبهات انسان از دین خارج میکنه، اعتقاد انسان از بین میبرد. و اگر اعتقاد انسان از راه منحرف شد، و ان هذا الصراط مستقیما فاتبعوه، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این راه مستقیم را بگیرید. اهدنا الصراط المستقیم که ما از الله متعال در هر رکعت نماز میطلبیم، از الله متعال در هر رکعت با خواندن سوره فاتحه. صراط مستقیم همون راهی است که رسول الله علیه و سلم و یاران او بر منهج صحیح و اعتقاد صحیح حرکت کردند. و این راه رو ما اگر رفتیم، این راه به مسیر میرساند. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. راههای بیراهه، راههای خروجی که در مسیر راه است، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود از بیراهه نروید. به دنبال کسانی که اعتقاد باطلی دارند، تحریف کردن اعتقاد را، به دنبال اونها نروید که از راه بیراه میشوید و به گناه میروید. و پس خلاصه بکنیم موضوع رو که موضوع عقیده بسیار مسئله مهم است. عقیده جزء اصل دین است. عقیده را اصول دین دانستن،
علم اصول دین. دانشکده‌های ما داریم دانشکده اصول دین، دانشکده اصل دین، یعنی در این دانشکده شما قرآن یاد می‌گیرید. در دانشگاه شما میروید، مثلا الجامعه الاسلامی، دانشگاه اسلامی مدنی، دانشکده داره از کلیت دعوا و اصول دین، و یعنی دانشکده اصول دین. علما در تاریخ اسلام عقیده را اصل دین دانستند. عقیده بسیار مهم است، اخلاق مهم است، عبادت مهم است، اما مهمتر از اخلاق، مهمتر از عبادت یاد گرفتن اعتقاد است. و دلیل هم چندین دلیل برای این باب ذکر کردیم. همین که رسول الله علیه السلام 13 سال در مکه مکرمه درباره اعتقاد صحبت می‌کند، عقیده یاران خود را اصلاح بکنند، نشان از اهمیت بسیار زیاد این موضوع است. همین که هیچ عبادتی بدون عقیده درست پذیرفته نخواهد شد، نشان از اهمیت این موضوع است. عقیده بسیار مهم است و خود لا اله الا الله و محمد رسول الله، شهادتی که ما می‌دهیم، خود این کلش عقیده است، خود همین اعتقاد است. و اولین چیزی که ما باید یاد بگیریم، مهمترین چیزی که در زندگی باید یاد بگیریم، اشرف العلوم نامیدن علما عقیده را اشرف العلوم، شریفترین، بهترین و کاملترین و زیباترین علمها علم عقیده است. و این بسیار علم مهمی است و بسیار لازمی است برای هر مسلمانی که در حد نیاز خود عقیده را یاد بگیرد. و ما باید یاد بگیریم عقیده را. انحرافاتی که از فرقه‌های مختلف، شبهات متاسفانه امروزه در امت اسلامی مطرح می‌شود که ما نمی‌فهمیم که این شبهه چقدر خطرناک است. و وقتی که در وارد این شبهه میشه میفهمیم که این ریشه این شبهه در تاریخ در فلان انحراف عقیدتی است، در فلان جا اعتقاد است. و می‌بینیم دسته‌های مختلف، تفکرات مختلف، برداشت‌های مختلفی از اعتقاد، برداشت‌های مختلفی از دین ایجاد شده و همین‌ها برمیگردد به انحرافات عقیدتی و عدم شناخت عقیده درست که برخواسته از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. منابع عقیده همین‌ها هستند. عقیده را ما از کتاب الله یاد می‌گیریم. در قرآن کریم آیات فراوانی درباره عقیده، سوره‌های مکی فراوان، تمام آنها درباره عقیده صحبت می‌کنند. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما عقیده یاد می‌دهند و آنچه که رسول الله علیه و سلم از شاگردان برتر خود، از صحابه رسول الله علیه و سلم، شاگردان صحابه که تابعین هستند و شاگردان صحابه که اتباع تابعین هستند، سه نسل اول اسلام که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها رو خیر القرون نامید، فرمود بهترین قرن و زمانی من است، بهترین نسلی که در زمان من است، بعد ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، بعد نسلی که بعد از آنها میان که صحابه، بعد از نسل بعد صحابه تابعین، بعد از نسل تابعین اتباع تابعین هستند که سه نسل اول امت اسلام بهترین نسل تاریخ بشر هستند و تاریخ امت اسلامی هستند. و آنچه که از اونها به ما رسیده است که تمام امامان بزرگوار اهل سنت هم در همین ها هستند، صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه اهل سنت، و اینها عقیده رو ما از اینها یاد میگیریم، اینها عقیده ما هستند. ان شاء الله در تفاصیل عقیده امروز شما سروران در جلسات بعد مفصل صحبت خواهیم کرد و موضوع عقیده رو و تفاصیل عقیده رو به همراه شما خواهیم بود. و ان شاء الله امیدوارم که مریاری بکنید در برنامه‌های بعد و در کلاس‌های بعدی، با این امید که ما و شما بتوانیم با هم مروری داشته باشیم بر مهمترین مباحث عقیدتی اهل سنت و جماعت و عقیده خودمون رو کامل و سالم یاد بگیریم تا از هر گونه انحراف و هر گونه تحریف در امان باشیم و بیاری الله متعال بتوانیم که آنگونه که شایسته است خودمان رو در مسائل اعتقادی مسلح بکنیم تا شیطان نتواند با شبهات ما را از مسیر خارج بکنه، تا اینکه خدای نکرده ندانسته در وادی وارد نشویم که اون وادی شرک است، وادی کفر است، وادی گناه است. خدای نکرده نشود که روز قیامت برویم با یک سرمایه‌ای که به دل ما به او خوش است و یک دفعه خدای نکرده مواجه بشیم با باطل شدن اعمال. یک دفعه ببینیم که تمام اعمال ما از بین رفته است و باطل شده است. چرا؟ چون در فلان بحث اعتقادی ما مشکل داشتیم و ندانستیم، فلان جا دچار مشکل شرکی شدیم، دچار بدعت و خرافاتی شدیم که ما را از دین خارج کرده. ما نواقضی در اسلام داریم، همونطور که یک وضو هیچ وقت ثابت نمیماند. یک وضو نواقضی داره، یک وضو نواقضی داره که سبب باطل شدن وضو می شود. ما در اسلام ایمان ما هم نواقضی دارد، کارهایی اگر انجام شود که انسان از ایمان خارج میکنه و نیاز به تجدید ایمان دارد. ما باید اینها رو یاد بگیریم چه چیزانی سبب خروج انسان از اسلام میشه، از ایمان خواهد شد. اینها رو یاد بگیریم تا خدای نکرده وارد این فضا نشویم و خودمان رو بتوانیم در مقابل خطرهایی که در این مسیر ما رو تهدید میکنن ما بیمه بکنیم. و چون مهمترین مسئله اعتقاد است، بحث عقیده است، امید داریم که امر متعال ما شما توفیق بده تا آنچه که موجب رضایت الله متعال است در این کلاس به امر شما مرور بکنیم. از همه شما سروران که تا این لحظه این کلاس خودتون رو کردین تشکر میکنم و از الله متعال میخوام که بهترین های دنیا و آخرت رو ما شما نصیب بکنه. توفیق یادگیری عقیده خالص رو و استقامت در این مسیر و حسن خاتمه رو بر مسیر توحید و اخلاص و رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانش بر ما شما
عنایت بفرمایید. تا کلاس دیگر و تا برنامه دیگر همه شما سواران رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان.